سلام، اسماعیل داوودی هستم. یه زنبوری داریم توی کمرو، هر سال میکنم. حالا اومده روی گلا نشسته. اینا کارگره آقای داوودی هستن، میبینی اینا کارگره من هستن. اینا دارن اصل جمع میکنن انشالله. اینا زنبور خودم ما رو توی کمرو هر سال میام ما رو توی کمرو بلندی یک 50 متری هم بند میخوره. هیچ کم غیر خودم نمیتونه درش بیاره. دو ساله یه پدرش میاره. اصل خیلی خوبی هم داره. نگاه کو بی زبونه. نگاه کو میبینی. نگاه رو اینا کچ تو دارن کلگی ها جمع میکنن. میپرسن میگن ای رو اصلو که رسوبات داره چه همش کلگی ها همین ها همش کلگی ها اینا که مردم شکر خدا خوب میشنه. میبینی همش از این گلت تغذیه میکنن. نگاه کجا رفته بی زبونه. نگاه که نگاهی بکن. مگزین همیجا هست توی کمرو و تو باغ خودم. دو ساله یاد به درش میارم. از این گلا میانه دارو میبرم.